سلام میکنم. درود. مرسی از اولیا که دعوت منو قبول کرد. خواهش میکنم. زنده باشید. باعث افتخارم. قربونت. ما میخوایم شروع بکنیم کم کم برگردیم یه خورده قبل‌تر، این شکلی که داستان زندگی تو از زمانی که ازدواج کردی رو با هم کم کم بیایم جلو. خیلی خوشحالم از اینکه تشریف آوردید. از خودت خیلی ممنونم که میدونی یکی از آدم‌هایی هستی که شاید هیچ حس مشترکی بینمون نباشه. یعنی در مورد حتی چای نظر مشترک نداشته باشیم، ولی خیلی خوب میتونیم با هم تعامل کنیم و من اینو خیلی دوست دارم. برای من همینطوره. مرسی. زنده باشید. اینکه دقیقاً زندگی کسی به اسم اولیا چه اتفاقی توش افتاده و زندگی نامش چی بوده، نمیدونم چی شده چی نشده و اینها، من فکر نمی‌کنم برای کسی مثلا شاید جالب باشه ها، چون ما آدم خوشمون میاد کلاً سر در بیاریم فلانی چیکار کرد، نمیدونم تو زندگی کی چه اتفاقی افتاد و اینطور صحبت. اما چیزی که این وسط شاید اهمیت داشته باشه یا لازمه که مثلا در موردش صحبت کنیم یا اصلا جذاب‌تره که در موردش صحبت کنیم، این تجربیات که حالا من توی الان که 32 سالمه و در آستانه 33 سالگی هستم. نه خیلی جوان‌تری. اینجاش میشه درست کنیم الکی 23 سالم. 23 سال. معمولا هم صحبت نمی‌کنم در موردش. یعنی خود شما که مثلا من رو چند ساله میشناسید شاید مثلا این تجربه رو در موردم بدونی یا فهمیده باشی، خیلی در مورد زندگی خصوصیم صحبت نمی‌کنم. درسته. چون از یه جایی به بعد نظر منه ها، نمیدونم شاید اشتباه باشه، اما به نظر من زندگی خصوصی ما برای بقیه هر کسی، حتی نزدیکترین آدم زندگیمون غیر از خانواده، یا جنبه سرگرمی داره، یه کنجکاوی. یا اینکه دقیقاً جنبه کنجکاوی داره که سر در بیارن چه خبر شده، نهایتاً همدردی هم بکنن پس ذهنشون چیز دیگه ممکنه برداشت دیگه ای کنن. هیچ کس نمیاد که مثلا برای زندگی من کاری رو انجام بده که خودم نتونم، یا کاری رو انجام بده که لازم نباشه خودم انجام بدم. واسه همین توضیح نمیدم زیاد، برای کسی صحبت نمیکنم. چی شد ازدواج کردی؟ خر شدم. میاد تو میکروفون میفته خر شدم. چی شد؟ چند سالت بود؟ چی شد؟ چی نشد؟ ترم یک دانشگاه؟ بله. ما اومدیم ماما اینا اومدن گرگان، از تهران اومدیم. به شدت مخالف بودم، ببخشید. من، خواهرم، برادرم، حالا برادرم خیلی کمتر، خواهرم خیلی کمتر، من خیلی بیشتر، خیلی با اینکه بیایم گرگان زندگی کنیم مشکل داشتیم. اومدیم گرگان، من کنکور دادم و دانشگاه ساری قبول شدم. خب روانشناسی قبول شدم. چه جالب. آره. پدر من توی علاقه داشتین؟ آره. چه جالب. خیلی دوست داشتم. یا هنر یا روانشناسی. من وقتی قزوین بودیم و اول دوم راهنمایی بودیم 2 بار روانشناسی کودک ژان پیاژه رو خونده بودم. چه جالب. در این حد دوست داشتم. هم خوندن دوست داشتم، هم نمیدونم خیلی چیزا. خب که ازش فاصله گرفتم دیگه. ما میخواستیم بریم ثبت نام کنیم و پدرم با اصرار خیلی زیاد که باید بری بانک کار کنی و من اینطوری که بابا اصلا من روحیاتم با این چیزا نمیخونه، نمیدونم چی شد که منی که اینقدر مثلا حالا همیشه اینجوری بودم که نه حرف منه فلان، نه، نشستم تو ماشین بابا، ما رفتیم علی آباد دانشگاه ثبت نام کردیم، رشته مدیریت بازرگانی. هیچ جای ذهنت جایگاهی نداشت؟ هیچی. رفتم دانشگاه، یه جای بزرگتر، یه جایی که دیگه دانشگاه برای سن ما و سن قبل ما، یعنی مثلا بازه سنی حالا بخوای از انقلاب، از بعد انقلاب حساب بکنی تا مثلا سالای کسای همسن من، مثلا سال 70
70 دیگه، 71 من 71 یه جاییه که خب دیگه مرزا کامل برداشته میشه. دیگه تو مثلا قبلا باید یه تلاشی میکردی که با جنس مخالف در ارتباط باشی، الان راحت تر در ارتباطی. اینا رو گفتم که به این برسم که دیگه یه وقتی وارد دانشگاه شدم دیگه شیطونیامو کرده بودم، آدما رو میشناختم، تجربه از شهرهای مختلف داشتم و همیشه یه چیزی داشتم که هنوز نمیدونم چیه و بابتش خیلی خوشحالم نیستم. اونم اینه که تو چشمم و تو دانشگاه هم همین اتفاق افتاد و یه آقای اونجا بود که اونم دقیقاً مثل من خیلی تو دانشگاه معروف بود. خیلی وقت بود این صحنه رو یادم رفته بود. الان یادم میاد که داشت از پله‌های دانشگاه، از پله‌های بیرونی می اومد بیرون. آفتاب خیلی شدید میزد، من تو ذهنم آفتاب بود، شعاع آفتاب رو گرفتم، اومدم رسیدم به صورت یادم و فقط سریع ذهنم رو جمع کردم، گفتم نه بابا ولش کن. این اصلا چون یه چیزی بود که زمین تا آسمون با هم متفاوت بود، مخصوصا از نظر خانوادگی. یعنی من خب یه خانواده‌ای دارم که مثلا هیچ وقت من تا خیلی سالگی نمیدونستم که مثلا برادر شوهر به نمیدونم چی نمیدونم نامحرمه. ما همه با هم زندگی کردیم. آره مامانم مثلا برای حالا درست فامیلیت مثلا پسرم و دخترم و با بزرگاشون دارن، اما حالتش اینجوری بود که مامان من مثلا جای مادر یا خواهر مثلا عموام بود همیشه. اونا ولی این مدلی بودن که حتی مثلا توی خونه آره روسری سر میکردن، نمیدونم آهنگ تلویزیون گوش نمیدادن. این مدل زندگی بودن. سنتی نه، به شدت مذهبی. به شدت مذهبی، ولی خودش نه. اما من نرفتم سراغش. هی نرفتم ولی خب نمیدونم چی شد که ترم اول، همون ترم 1 یاد بگیرید که هیچ وقت کار نکنید. ترم 1 ما با هم دوست شدیم. از درسم متنفر بودم. جایی که میرفتم دانشگاه خیلی خوش آب و هوا بود، همه جنگل فلان میسان، همش جنگل و این ور اون ور بودیم، خوش میگذشت. هیچی. ساده بگم در سن 20 سالگی داشتم بیشترین لذتی که آدم میتونه در سن 20 سالگی از زندگیش ببره رو میبردم. با آدمی که با همه خوبی و بدی من رو بسیار زیاد دوست داشت. انقدر دوستم داشت که جلوی خانواده‌اش وایسته، با خانواده من بتونه کنار بیاد، یعنی راضی کنه، خودم رو راضی کنه و همه اینا با ناپختگی کامل، اما عشق خیلی زیاد، رفاقت خیلی 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 زیاد. بیشتر از این که عاشق هم باشیم، واقعا رفیق هم بودیم. واقعا همدیگر رو با هر چی که بودیم و نبودیم، بدی‌ها و خوبیامون، واقعا همدیگر رو درک می‌کردیم و هیچ وقت این اصلا برای من قابل انکار نیست که هرگز آدمی مثل اون تو زندگی من نخواهد آمد. من با اینکه اون کار نداره، نمیدونم پول نداره، از چه خانواده، من مثلا حالا یه مزدای یه کابین رو ترجیح میدادم به ماشین بابام مثلا، یا مثلا یه خونه فلان رو ترجیح میدادم. چرا؟ چون که توی اون سن یه شور و هیجانی داری و میبینی بقیه دقیقاً ببین انگار هر دوره زندگی آدم خب همونه، با یه رنگ دیگه، یه شکل دیگه، دایره بزرگتر دیگه. مثلا تو بچه‌ای 7-8 سالته، اتفاقات توی مثلا تو همون کوچه است، بزرگتر میشی تو خانواده است، بزرگتر میشی همون اتفاقا، انگار همون چرخه اتفاق میفته. و من تو اون چرخه‌ای که بودم و ازدواج کردم، چرخه‌ای بود که خیلی ها آرزوشون بود. خیلی ها یعنی مثال میزدن که اگر که قرار ازدواج بکنن مثل من و فلانی مثلا ازدواج بکنن. چرا؟ چون خیلی با هم رفیق بودیم.
اون حالتهای ازدواجی که وجود داشت وجود نداشت. چرا؟ چون هنوز درک درستی از زندگی نداشتیم. درکمون از زندگی فقط همین بود که خب اوکی، اون فلان چیه منو قبول داره، من فلان چیه قبول دارم، دعوای سر چیزی نداریم، با بیپولی کنار میایم. بله، زندگی مشترک رو که شروع کردیم با عشق شروع کردیم. عشق و چالش. اولین چالش خانواده. یه چیزی که ازدواج داره و بقیه متوجهش نیستن. مثلا من یکی رو میبینم میگه که من الان چند ساله با فلانی دارم توی خونه زندگی میکنم، چه فرقی میکنه ازدواج میکنم؟ زمین تا آسمون فرق میکنه. تو وقتی با یه نفر ازدواج میکنی فقط با خودش ازدواج نمیکنی، تو با فرهنگ اون آدم، با خانوادهش، با محل زندگیش، با گذشتش و با آیندهش پیوند میخوری. دیگه نمیتونی بگی من فلانجا میرم به کسی ربطی نداره. نه، همه چیز تو باید یاد گرفته باشی که مشترک انجام بدی و بعد وارد این زندگی مشترک بشی. ما بدون اینکه یاد بگیریم چیزی رو، فقط با شور و هیجان این که ما همه چیزمون رو میتونیم با هم کنار بیایم، علاقه مغزتو میبنده و تو کنار میای. این تا یه جاییه، تا یه جایی که این دیگه انقدر سابیده میشه که تو تازه چشمت باز میشه به این که ما توی این مسئله خیلی متفاوتیم. من از بچگیم گفتم، توضیح دادم چجوری زندگی کردم. ایشون چجوری زندگی کرده بود؟ اینجوری که حتی مثلا رفت آمد دوستانه چیزم نداشتن، دختر ندیده بود. این که مثلا با یه خانومی مثلا میتونی دوست باشی، خب براش غیر قابل مثلا چیز بود. آره، من روزی مثلا نامزدیمون بود، من یادمه با تعجب و یه حالت انگار اولین چیزی عجیبی که تو زندگیش میبینه، شما همتون با هم میرقصید. این یه چیز خیلی ساده ایه. شاید من خندیدم اون لحظه، ولی بعدا متوجه نشدم که این ممکنه تو زندگیم تاثیر بذاره. چه تأثیری؟ اینجوری که من به زندگی اینطور نگاه میکنم که مثلا شما آقای سجاد، خب جای برادر من، دوست من، میتونم باهات صحبت بکنم، میتونم گفتگو بکنم بدون اینکه بهت حس خاصی داشته باشم. اما آدمی که 21 سال، 2 سال، 3 سال، اصلا بگو 20 سال اینطور زندگی کرده که مثلا خب توی مهمونی بین خانوم ها و آقایون پرده گذاشته میشه، خب این نمیتونه، سعی میکنه این رو درک بکنه اما نمیتونه درک بکنه. و اینطور شد که بخوام خلاصش کنم، خلاصه کل زندگی مشترک من میشه عشق بسیار زیاد، گذشت بسیار زیاد، تحمل سختی‌های بسیار زیاد، کار بسیار زیاد، هم من هم اون بالا اومدیم با هم تا یه جاهایی. از یه جایی به بعد وقتی رفتیم یه شهر بزرگتر زندگی کردیم و اون داستان پیش اومد، همونجور که مثلا توی نامزدی ما عجیب بود که خانم و آقا دارن با هم میرقصن، خب حالا توی جمعی قرار بگیر یه نفر که همه با هم عادی برخورد میکنن، شاید نتونه عادی برخورد کنه. شاید بخوام خیلی سربسته بگم یک آدمی بخواد از این داستان سوء استفاده بکنه و همین چشم تو رو باز میکنه به اینکه خب من از فلانچه تو شاید خوشم نمی اومد. تازه چشمت باز میشه، تازه هیجاناتت خوابیده، میبینی مثلا 3 سال گذشته، 3 سال خیلی خوبم گذشته، ولی اولیا فلانچیش اینجوری بودا، من فلان کار کردم، مامانش این کارو کرده، باباش اون کارو کرده. تازه انگار لایه‌ها کنار تازه انگار آره چشمت باز میشه به چیزایی که شور و هیجانه نمیذاشته ببینی. تازه افتادی تو زندگی. خب حالا ببین آیا میتونی زندگی کنی یا نه. تجربه من خیلی تجربه تلخی بود. نمیخوام بگم چون که مربوط به فقط من نیست. اگر مربوط فقط به من بود من میگفتم.
اما خب خلاصش رو بخوام بگم، تلخ ترین تجربه‌ای که آدم میتونه از انتهای یه رابطه‌ای به اسم ازدواج داشته باشه، از هر حالتش تلخ ترینش که بخواد باقی بمونه. من خیلی شر رو شیطون بودم. به خاطر یه شیطنتم پدرم یه بار فقط دستشو برد بالا، اینجوری کرد که مثلا بخواد منو بزنه و من با پررویی تمام، با وقاحت تمام و با شرمندگی که الان دارم 1 سال تمام باش حرف نزدم. من این شخصیت بودم. این مال چه زمانی از زندگی تو؟ چند سال؟ دقیقاً سال کنکورم، چون روز کنکورم آژانس پیدا نکردم. با ایشون جوری من متاسفانه و با شرمندگی بسیار که همیشه دارم به خاطر اون غروری که هنوز دارم و اون موقع داشتم و از بین هم نرفته و نمیره، متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم. من یادم روز کنکورم خودکارم یادم رفت، عقب نشستم، ماشین پیدا نکردم، راضی شدم سوار ماشین پدرم بشم، فقط چون دستشو برده بود بالا. فقط سجاد دستشو برده بود بالا. میخوام بگم تو چجوری بزرگ شدم. حرف من بود. اینو من میخوام همونه. کتک زدن، نمیدونم رفتار مامانم چیزم دنبالم خیلی میدوید و نمیرسید بنده خدا برم، چون خیلی شیطون بودم و انقدر شیطون بودم این جمله رو از مثلا از 4-5 سالگی که دیگه مثلا یادم میاد یه چیزایی یادمه که هر کی میومد خونمون به مامانم میگفت خدا ته صبر بده، مثلا با این خدا به صبر بده، با این چیکار میکنه. انقدر شیطون بودم. توی ازدواج چی و شد؟ توی ازدواجم این اتفاق افتاد که من خاک شدم. با همه اون عشق و علاقه‌ای که وجود داشت، حتی روزی که ما رفتیم امضا رو بزنیم و من بالاخره تونستم زندگی که با تلاش بسیار شروعش کرده بودم، وقتی که هنوز خیلی چیزا پرده ها جلو چشمم بود، زندگی که عاشقانه و رفاقتی رفته بودم توش و خیلی هم خوب بود و زبان زد بود، به معنای واقعی کلمه زبان زد بود رابطه ما، رسید به جایی که من بله طلاقم و خیلی لذت بخشتر از بله عقدم گفتم، چون هیچ کس پشتم نبود. خانوادم اصلا پشتم نبودن، چون آدم تو داریم و در مورد زندگیم صحبت نمی‌کنم. نمیدونم چرا الان نشستم جلوی دور میدن میگم. حالا بعد از چند سال؟ ما 1.5 سال با هم دوست بودیم، 1 سال تقریبا نامزد بودیم، 5 سال زیر یه سقف بودیم و 1.5 سال من زیر یه سقف تنها داشتم تلاش میکردم که با همه تنهاییم، بدون وکیل، بدون هیچی، تنها به معنای واقعی کلمه، بدون حتی نزدیکترین دوستم که تو میشناسیش، حتی اون از بلاهایی که داشت سر من میومد خبر نداشت. هیچ کس، هیچی. فقط اومدم روز وقتی که دیگه تصمیم گرفتم، دیگه دیدم بعد از 1.5 سال تلاش کردن، دیدم نه دیگه نمیشه و این آدم دیگه برای من مرد. برای خانوما اینجوریه که برای یه رابطه، مخصوصا اگه واقعا عاشق یه نفر باشن، که من واقعا بودم و ایشون هم بود، اصلا نمیتونم این کار کنم، توی راهی قرار گرفت که اصلا خودش هم نمیدونست ته راه چیه. ببین گاهی وقتا ماها نمیدونیم مثلا قرار الان داریم کار اشتباهی میکنیم. چرا؟ چون ذهن ناخودآگاهمون میاد میگه نه تو داری دید درد و دل میکنی، تو اصلا قصدی نداری، تو فلان نیستی، نه تو خیلی فلان رو دوست داری، تو مراقبی، تو اینجوری اونجوری. چی شد؟ من توی راه قرار گرفتم که دیگه نمیتونم ازش برگردم. من خیلی توی اون راه تلاش کردم، چون همه تلاشمو کردم هیچ وقت بابتش ناراضی نیستم. با رضایت کامل اونجا نشستم، اما خب بقیه با نارضایتی کامل که نه، حالا پشیمونی، برگشتن، هرچی. ولی من میدونستم خیلی چیزا
وقتی دیوارش بریزه دیگه ساختنی نیست. بله. وقتی یه سری حریما بره دیگه برگشتنی نیست. دیگه یه ذره بزرگ شده بودم. چند سالت بود اون موقع؟ باورت میشه یادم نمیاد. جز سالایی که فراموش کردم. چند سالم بود وای واقعا یادم نمیاد. چند ساله که جدا شدیم؟ 4 سال. 4 سال. یعنی تقریبا 4 سال یا 5 سال. 20 مثلا 6 7 سالت بود تقریبا؟ آره. تو اوج جوونی. جدا شدم. این 1 سال و نیمی که پایان در واقع رابطت بود که گفتی جدا زندگی میکردی، اینو مثلا خانواده ها خبر داشتن؟ نه. در واقع انگار یه جورایی سعی کرده بودی ما چون از ابتدا همه چیزمون فقط با هم بود. یعنی ما یه دنیای جدا از بقیه همیشه داشتیم. حتی این مسئله‌مون هم جدا از بقیه بود. یعنی بقیه نمیدونستن. یعنی خانم مثلا اگه اون میرفت مثلا نمیدونستن. خیلی ساده بگم نه نمیدونستن. یه کسایی یه بوهایی میبردن که خب خیلی نزدیک بودن ولی نه هیچ کس نمیدونست. هرچی بود بین خودمون بود. یعنی بارها میشد که تا دم در یه جایی من زجه بزنم از گریه ولی خب برم بالا انگار هیچ اتفاق نیفتاده. هنوزم همینطوریم. ممکنه مثلا بیان کافم ببینم من خیلی دارم میخندم خیلی خوشحالم فلانم، اما اینا همش برمیگرده به هم غرور کاذب. غروری که خیلی خوب نیست. دارم بلند تو میکروفون میگم. شاید آدم فکر کنه که خیلی گندم من خیلی گندم من از پسش برمیام. شاید اون زمان اون مدتی که ببخشید اون مدتی که دیگه اومدم گفتم به خانواده که من میخوام جدا بشم و اینا، خیلی اصلا تلاش میکردن خانواده‌ام که بابا بذار ما سر فلان چی کمکت کنیم این کار بکنیم. نه من تنها انجام میدم. من خودم انجام میدم. چرا؟ چون غرور کاذب دارم هنوزم. و واکنش خانواده نسبت به تصمیمت چی بود؟ اصلا راضی نبودن. نمیخوام حالا جزئیات بگم. من دوست نداشتم بدونم ولی متوجه شدم بله. ولی با این حال ناراضی بودن چون که پشیمانی و این حرفا که من میدونستم همش حالا من میدونستم یه چیزی تموم شده. خب ولی بقیه اینو درک نمی‌کردن. و برام مهم نبود. درون تو تموم من شده. تنها رفتم انجامش دادم. و بعد از اون وقتی که از اون پله ها اومدم پایین ناخودآگاه من 1 سالهایی رو فراموش کرد. در این حد که کتاب‌هایی که خوندم اینو به خیلی گفتم چون که مثلا میگم مثلا فلان کتابو خوندی میگم نه بعد باز که میگم من اینو فلان موقع خونده بودم فلان فیلمو فلان موقع دیدی فیلم رو بذاری فکر میکنم نه ندیدم میذارن من اینو دیدم نمیدونم. ناخودآگاه همین کار. ببین ناخودآگاه آدم خیلی شعورش بالاست خیلی توانمنده. در مورد آدمی مثل من که همیشه طبیعتگرا بودم با نمیدونم چجوری طبیعتگرا بودم توضیح بدم با طبیعت بود اون بالا اومدم همونقدر که ازش لذت میبردم ازش زیاد میگرفتم. نمیدیدم مامانم چی داره بهم یاد میده کاش میدیدم اما نمیدیدم. میدیدم که خب طبیعت چی کار میکنه میدیدم که فصلا دارن چطور میرن و میان و منم رسیدم به این که خب من به زمستونم رسیدم رفتم تو غارم. شاید نزدیک 1 سال تمام من با هیچ کس ارتباط نداشتم. بعد از اینکه جدا شدی؟ بعد از اینکه جدا شدم با هیچ کس. همه زندگیم شده بود این که برم یه کافه بشینم یک کتاب بخونم حالا مثلا کاری که میتونم انجام بدم نقاشی بیمه است هر چی که هست انجام بدم فقط خودم یهو به یه جایی میرسی که میبینی خب تازه میفهمی که این همه سال که زندگی کردی شاید هیچ بوده.
شاید امروز که داری زندگی میکنی، همین امروز دیروز هیچ بوده و فردا هیچ. هیچ یعنی چی؟ هیچ یعنی گذران. یعنی این که برسی به این مسئله که هم اعتباری بهش نیست و هم میگذره. عشقهای بزرگ میگذره، شکستهای بزرگ میگذره، دوست داشتنهای بزرگ میگذره. مهم برای من این شد که خب من بعد از این 1 سال باید بلند بشم. چجوری بلند بشم؟ انگار بعد از جداییت 1 سال تو حالت سوگواری بودی. آره، سوگواری بدون هیچ نشانه‌ای. و این بدترین کاری بود که با خودم کردم. آره، این بدترین کاری بود که با خودم کردم. بدترین کاری که آدم میتونه با خودش بکنه اینه که زیادتر از چیزی که هست از خودش انتظار داشته باشه. من همیشه اینطور بودم. برعکس این که مثلا بقیه فکر میکردن چیه؟ اصلا تو چشمم میگفتن کاش ما مثل تو اینقدر بیخیال بودیم مثلا. چقدر خوبه اینقدر بیخیالی، چقدر خوبه اینقدر. ولی من تو ذهنم همیشه به همه چیز خیلی زیاد فکر میکنم. ذهنم خیلی رو من تسلط داره. خب ذهنم میتونه منو بخندونه صورتمو، اما مثلا از تو خیلی کار دیگه با من بکنه. خیلی چیزا برای من تموم شد. اگر بخوام خودمو بگم، نمیخوام در مورد خودم صحبت کنم. برای من یه سری چیزا توی زندگیم تموم شده است. احساس میکنم که نه، احساس میکنم اون اندازه که باید تجربهش کردم و زندگیش کردم و کافیه. خب نمیخوام، شاید همون ناخودآگاه نمیذاره، نمیدونم، ولی خب نمیخوام. اما در حالت کلی چیزی که میتونم بگم در مورد ازدواج کردن، خب به هر حال ما که نمیتونیم نسل رو متوقف کنیم که بقا رو متوقف کنیم. ازدواج هم یا به هر حالتش که توی دنیا متداوله، آره، به هر حالتی که هست، پیوند 2 آدم و به وجود آمدن یک آدم یه چیزی که باید اتفاق بیفته و اتفاق میفته. اما حالا تو کشوری که ما هستیم، تو فرهنگی که ما هستیم، جایی که ما زندگی میکنیم، به نظر شخصی من، بازم به تجربه شخصی من، هر وقت آدم ها 2 آدم کنار هم تونستن یاد بگیرن که هر کدوم آدم جدان و قرار نیست هیچ وقت با هم اختلاط مخلوطی داشته باشن. اینو میتونی بیشتر توضیح بدی؟ مثل توی بشقاب غذا خوردنه. توی بشقاب غذا خوردن خیلی لذت بخشه، خیلی خوبه، اما باید یاد بگیریم که هر کدوم بشقاب خودمون رو داریم، هر کدوم احساسات خودمون رو داریم، هر کدوم روند زندگی خودمون رو داریم. اگر که به هم شبیه باشه، خب ازدواج میکنیم، اما باز هم باید با این قضیه کنار بیایم، بلد باشیم کنار بیایم. اولش کلا باید به بلوغ 20 سالگی و فلان و اینا که کلا یه بحث جداست که اصلا سنی نیست که آدم بخواد بره سراغش. اون موقع حتی موقع ما اصلا متداول بودا، همون سن ازدواج میکردن. الان باز یه ذره بهتر شده، اما از نظر فکری اولش که باید به یه سری بلوغا برسی، به یه سری درک ها از زندگی برسی، به یه سری درک ها از خودت برسی. اصلا خب بدونی خودت از زندگی چی میخوای، بعد یه نفر رو با یکی وارد یک زندگی مشترک بشی. به تجربه من هر وقت یاد گرفتیم که هر کدوممون یک جهان جدا هستیم و قرار نیست ازدواج از ما یک جهان بسازه. ازدواج قرار نیست از ما یک جهان بسازه و قرار نیست ما تو همه چیز مشترک باشیم. هر وقت این رو تو زندگی یاد گرفتیم میتونیم ازدواج کنیم. چرا؟ چون گفتم ازدواج یعنی تو یک جهان کامل رو کنار خودت قرار میدی، کنار خودت قرار بدی، قورتش ندی. عشق زیاد باعث میشه تو یه چیزی قورت بدی. اینجوری بگم، انسان در نهایت تنهاست. چه خوب که توی این راه تنها یک نفر همدم، هم صحبت،
هم فکر، همراه داشته باشی. خیلی خوبه، خیلی خوبه، ولی نداشتنش خیلی بهتر از همسفر و همراه غلط داشتنه. نظریه من در مورد ازدواج اینه. تجربه تو از ازدواج اینطور بوده که اون تفاوت‌ها رو چون نادیده گرفتیم، در واقع بعد از این بازه دقیقاً زمانی نادیده همه اینا مشکل ساز شد. و انگار من برداشتم از حرف تو اینه که خیلی این موضوع جدی‌تر از اون چیزیه که آدم ممکنه در اون هیجانات اول یک رابطه بهش فکر میکنه که این تفاوت‌ها چقدر میتونه برای تو داستان ایجاد کنه، دقیقاً مسئله ایجاد کنه. دقیقاً. و اینطور نیست که فکر کنی میشه و در حالی که شاید تفاوتاتون خیلی اساسی باشه با هم دیگه. آره. و یه چیز دیگه کاملا. هم که من از حرفت برداشت کردم این که این یه توهمه که تو فکر میکنی اگه مثلا تفاوت دارین با هم دیگه میتونین حلش کنین. آفرین. اکثرا توی این حالت اینجوری فکر میکنن، میگن که ما با هم دیگه این تفاوت‌ها رو با هم کنار میایم و حلش میکنیم، در حالی که این با هم دیگه رو تصور اشتباهی ازش دارن، چون فکر میکنن با هم دیگه یعنی من و اون. در حالی که تو میخوای وقت تفاوتایی که بینتون هست رو مثلا حل بکنی، تفاوتای تو و اون نیست، تفاوتای تو و عقبه زیستی، آفرین. تفاوتای تو و خانواده و اقوام و فرهنگی که همه چیزهایی که تو رو به این تبدیل کردن. یعنی در واقع من برداشتم از حرف تو اینه که اون زور و نیرویی که این تفاوت‌ها رو ایجاد کرده انقدر زیاده که به این سادگی دو تا آدم نمیتونن دو نفری حلش کنن. خیلی ساده بگم، ما نمیتونیم کسی رو عوض کنیم. ما نمیتونیم کسی رو یه شبه، اصلا یه شبه چیه؟ 100 شبش هم نمیشه. 1000 ساله هم ما نمیتونیم کسی رو عوض بکنیم. شاید یکی خودش تصمیم بگیره، به خاطر شاید من مثلا تصمیم گرفتم یه بازه، آره اصلا به خاطر یک کس دیگه ها، ولی به خاطر اینکه خودم میخوام، نه اینکه چون مثلا علاقه اونه، من مثلا اون مثلا موی بلون دوست داره، من چون اون دوست داره بلون میکنم آخرش انقدر خسته میشم که هم اونو مقصر میدونم، هم موهام داغون شده و هم خودم خسته شدم. خیلی رو من میبینم که وقتی که مثلا یکی رو خیلی دوست دارم میگن که خب مثلا فلان چیزش عوض میشه، مثلا این درست میشه، اون درست میشه. نه، شاید بشه، شاید اصلا شاید نه، شاید باشه بشه و دوام داشته باشه، ولی با این فکر کسی بره جلو، خب که من اوکی، من اینشو دوست دارم، اینشو دوست دارم، اینشو دوست دارم، این مثلا چیزشو دوست ندارم، خانواده‌شو خوشم نمیاد، نمیرم خانواده‌شو نمیبینم. نمیتونی، خانواده‌شه. این طرز فکرشو که خوشم نمیاد، الان داره به خاطر من مثلا چه میدونم چادر سرش میکنه، 2 روز بعد دیگه خسته میشه. چرا؟ چون خودش نخواسته. چیزهایی مثل عشق، مثل ولع، طمع، مثل نمیدونم چی مثال بزنم دیگه، چیزای گنده این. گاهی وقتا مثلا تو یه چیزی فقط دوست داری، خوشت میاد، خب اون میتونه آسیب کمتری بزنه، اما هر چقدر میزان اون میره بالاتر، عمیق‌تر که میشه، وقتی که اون علاقه تبدیل به عشق میشه، عاشق شدن میشه، اون دیگه هم باعث میشه به خودت آسیب بزنی، هم به طرف مقابلت، بدون اینکه بخوای. من یه جمله بگم؟ بفهمی. من برداشتم از حرفت اینه که توی حالتی که هیجانات آدم، یعنی احساسات آدم در بالاترین سطح خودشه، آره، حالا به هر اسمی، آره، آسیب پذیری آدم خیلی بالاست. آسیب پذیری به خودت و بقیه. یعنی و عشق هم همینه. احتمال اینکه آسیب زیاد ببینی، آسیب بزنی خیلی زیاده. آره، و داشتم به این فکر میکردم الان که این همه آره شاید این همه، شاید هنوزم داره اتفاق میفته اصلا، چون من خیلی چیزامو عوض نکردم. چرا؟ چون گفتم غرور کاذب دارم. یه چیزی میخوام بگم، اونم اینه که این همه کتاب خوندم، فیلم دیدم، ازدواج کردم، یک عالمه
آدم تو زندگیم دیدم به عنوانهای مختلف، روابط مختلف دیدم، شاید تجربه کردم. هیچ وقت هیچ کس به نظر من نمیتونه تعریف کنه اصلا عشق چیه، چطور به وجود میاد، خوبه یا بده. عشق واقعا چیز عجیبیه. شاید عجیب ترین چیزیه که من نفهمیدمش، چون فهمیدن چیزها برای من خیلی مهمه. مثلا از کوچکترین چیزا بگیر تا بزرگترین چیزا. مثلا از اینکه دوستم با فلانی چی کار کرده، با اینکه نمیپرسم، نه بعدش در موردش حرف میزنم، نه هیچی، خب ولی باید بدونم، باید سر در بیارم، باید بهش فکر بکنم، تو ذهنم داشته باشمش. هیچ وقت نتونستم بفهمم این حس دوست داشتن خیلی زیاد بالاخره خوبه یا بده، بالاخره اصلا وجود داره یا نداره. از نظر من وجود داره. از نظر من دوست داشتن خیلی زیاد واقعا وجود داره و تو میتونی پای اون دوست داشتن بمونی. اما یه نگاه به اطرافمون بندازیم، چند تا آدم میتونیم پیدا کنیم که اینجوری فکر بکنم واقعا. بیشتر آدم‌ها از این حس فقط آسیب میبینن. چرا؟ چون که این حس خیلی خوبه. لذت بخشه. لذت بخشه. لذت خیلی بالایی میده و انگار تاوان داره. و انقدر آدما حداقل همسن و ساله من و بزرگتر از من، یعنی مثلا سالای مثلا کسی که من باشون در ارتباط بودم یا میشناسم یا باشون حرف زدم، مثلا سالای 60 به بعد، مثلا دهه 60 به بعد انقدر تاوان دادن که حتی دیگه باوری از عشق ندارن، در صورتی که به نظر من عاشق‌ترین آدم‌های دوره خودشون بودن. زیباترین چیزها رو اونا تجربه کردن. انقدر تاوان دادن که الان دیگه باوری ازش ندارن، حتی باور عشق رو ندارن دیگه. آدم‌هایی که شاید روزی زندگی گذاشتن به پاش. چند سالیه، شاید بشه گفت 10-15 سالیه، کل دنیا افتاده رو دور تند. همه چیز معنی خیلی چیزا داره عوض میشه، باورها داره عوض میشه. انگار ما توی دوره از تاریخ قرار گرفتیم، من اینجوری احساس میکنم، ما توی دوره از تاریخ قرار گرفتیم که بعدها قراره در موردمون صحبت بکنن. بعدها باید بشیم ما یه برهه از تاریخ که برهه گذشتن بوده. شاید بشه گفت برهه گذشتن بوده مثلا، چون خیلی افتاده همه چی رو دور تند. بیا ربطش رو راجع به بحثمون بگیم. آره خب که شاید یکی مثلا بابای من، مثلا همسن و سال بابای من، مامان من، پدر شما، مادر شما، خیلی ساده تر بود براش. یکی رو میدید دوستش داشت، خب این عشق دیگه، دوستش داره و با اینه با این میریم جلو. و شاید مثلا الان بعد از سالها تازه بگن اوه شاید این نبود، شاید بود، فلان بیسان. یه راهی رو داشتن آدم ها. میخوای بگی که عشق الان پیچیده تر شده؟ همه چیز پیچیده تر شده و اون حتی معناش رو از دست داده. معناش رو به بی‌معنایی حتی کشوندن. اکثر آدم ها به این رسیدن که اصلا وجود نداره همچین حسی. یه حس، نمیدونم، بعضی ها میگن مثلا یه حس یه دفعیه یا حس هورمونیه. آره یا خیلی چیزای دیگه میگم، ولی از نظر من این نیست. از نظر من، بازم میگم که نظر شخصی من، به نظر شخصی من کسی دروغ میگه، کسی بی‌وفاست، کسی عشق رو باور نداره، کسی برای زندگی تلاش نمیکنه، کسی میگه کار نیست، کسی میگه فلان چی نیست، فلان چی نیست، فلان چی نیست، که میخواد خودش رو تبرئه بکنه، از یه تلاشی آزاد بکنه و برای آزاد شدن از اون تلاش برای خودش بهونه میاره.
حالا میرسیم به این قضیه که حالا داریم در موردش صحبت میکنیم و میلیون ها آدم صحبت کردن و به نتیجه نرسیدن. ما الان صحبت بکنیم به نتیجه نمیرسیم که چی هست، خوب هست یا خوب نیست. اما من به نظر شخصی خودم میگم چیز بسیار زیباییه. چیزی هست که اگر که حتی به خاطرش رنجی رو هم تحمل بکنی، بزرگی که بهت میده، اندازه‌ای که بهت میده، شجاعتی که بهت میده، حسی که بهت میده، تمام چیزیه که به نظر من یک انسان از زندگی باید برداشت کنه. عشق نهایت هر چیز، لذت بردنه. این لذت بردن شاید سختی داره. این لذت بردن این چیز خیلی وافر، خیلی بزرگ، خیلی عمیق، شاید خیلی تلاش میخواد. به خاطر همین تلاش خیلی ها ازش میگذرن و منکرش میشن، اما وجود داره. یه سوال، به نظرت کسی که خودشو دوست نداشته باشه میتونه یکی دیگر رو خیلی دوست داشته باشه؟ نه. دوست داشتن چی معنی میکنه؟ اینکه از خودم خوشم میاد یا نه؟ خودم قبول دارم یا نه؟ خودم باور دارم؟ همه اینا میشه دوست داشتن خودت. تا اینا رو نداشته باشی نه، نمیتونی کسی دیگه رو واقعا خیلی دوست داشته باشی. تو خودتو واقعا دوست داری؟ بله، خیلی زیاد. یه سوال دیگه پرسم. اون موقعی که مثلا 20 سالت بود، نه خودم رو دوست داشتم. یعنی چی؟ میتونی بیشتر توضیح بدی؟ خودم رو هنوز نمیشناختم. نمیدونستم چه توانایی هایی دارم. نمیدونستم چقدر گندم. فقط گنده بازی در می آوردن. منظورت چیه از گنده؟ از گنده بزرگی؟ یعنی تو بتونی شکست های خیلی بزرگ رو در خودت نگه داری. بقیه رو مقصرش ندونی. قبول کنی که اشتباه کردی. قبول کردن اشتباه، یه بزرگی تقصیر میخواد. کسی ننداختن، اون دوست داشتن خودته. نهایتش میرسی اگر این کار رو نکنی هیچ وقت نمیتونی خودتو دوست داشته باشی. من یه چیزی بگم. من حس میکنم، چون این چیزی که بر خود منم اتفاق افتاده، حس میکنم آدمیزاد زمانی میتونه واقعا خودش دوست داشته باشه که تو مرحله اول به پذیرش در مورد خودش برسه. بله. یه جایی به این نتیجه رسیدم که انگار آدم وقتی کم کم شروع میکنه میپذیره، مثلا از نظر چه در ظاهر، چه در باطن، چه از نظر بیرونی، چه از نظر درونی، هر چی که هست رو بپذیره. یعنی انگار نمیشه آدم نپذیره و خودشو واقعا دوست داشته باشه. دقیقا. تو داری راجع به همین صحبت میکنی؟ آره تقریبا. خب تا به این باور نرسم که آره من اشتباه میکنم، اشتباه هم رو تکرار نمیکنم. اگر تکرار کردم باز هم بتونم خودم رو ببخشم، با پذیرش اشتباه هم حداقل تلاشم رو بکنم که دیگه اون اشتباه رو نکنم. این یعنی پذیرش خودت، یعنی باور کردن خودت. نشینم بگم من این کارو کردم، من جدا شدم چون که فلانی با من فلان کار کرد، اینجوری شد اونجوری شد، این بلا سر من اومد، اون بلا سر من اومد، من این کار، اون فلانی با من این کار. نه، من اشتباه کردم، من اینجا اشتباه کردم، فلانی که منم. بپذیر فلانجا اشتباه کردی، خودتو قبول کن، تو هم آدمی. یا آدمی که خیلی برای من آدم بزرگیه. یکی از شبایی که من تو زندگیم کم آورده بودم واقعا، برگشت به من گفتش که مگه اگه یک بار مثلا دستت ببره دیگه نمیبره؟ مهم اینه که میبره، ولی دفعه
دفعه اولی که بریده چه واکنشی داشتی؟ باهاش چجوری برخورد کردی؟ ترسیدی؟ چقدر ترسیدی؟ زمان چقدر برده تا ترمیمش کنی؟ چطوری مراقبتش کردی؟ دفعه دوم چیکار کردی؟ دفعه سوم چیکار کردی؟ و این روند تا وقتی ما زنده ایم ادامه داره. مثل همین که همیشه ممکنه دست سخت بشه، ناخوشی ها هم همیشه ممکنه اتفاق بیفته، حالا به هر حالتی که هست. برای عشق و رابطه بین زن و مرد، بین دو انسان، تعریف های خیلی قشنگی وجود داشت. انقدر آدم ها تاوان دیدن و اشتباه کردن و انقدر آدم های بی جربوزه زیاد شده که دارن به جای اینکه خودش باور کنن که اون چیزی که مشکل داره درون خودشونه، الان همه دارن همه چیز رو انکار میکنن چون دیگه از پسش بر نمیاییم. و عشق هم یه چیزی شده تو همین مایه ها. به حالا عامیانه مردم به بچه ها پسر دخترها میگن فلانی فلانی گردن نمیگیره. نه، اون اول خودش رو گردن نمیگیره. اولش اینه که از پس خودش بر نمیاد. حالا میخواد این فشار جامعه باشه، میخواد فشار خانواده باشه، فشار خودت به خودت باشه، نشناختن خودت باشه. ولی از نظر من، به تجربه من، عشق نه تنها وجود داره، بلکه یکی از بلند مرتبه ترین احساساتیه که آدم میتونه تجربه کنه. اگر بلد باشی، اگر درست باشه، اگر خیلی چیزا. من خودم آدمی هستم که هنوز شاید دارم ضربه میخورم، شاید هنوز دارم در بابت خیلی از اعتقاداتم، بابت خیلی از چیزام ضربه میخورم. دلیل نمیشه که انکارش کنم، بگم نه هیچ رابطه درستی وجود نداره، ازدواج بده. آره من ازدواج نمیکنم هیچ وقت، ولی ازدواج به خودی خود نمیتونه چیز بدی باشه. عشق به خودی خود، ما واقعا میتونیم بدترین مردمان جهان باشیم. هر کسی که عشق رو انکار بکنه، من هنوز هم که هنوزه، چون هر وقت این کلمه میاد من نمیتونم در مورد دریا و بارون حرف نزنم. من از لحظه ای که فهمیدم اسمشون چیه، عاشقشونم. این چیه پس؟ چون چند بار بارون خیسم کرده و باعث شده که من سرما بخورم، میام بگم بارون وجود نداره، من دوستش ندارم، یا بارون چیز بدیه، یا دریا بده آدم ها رو غرق میکنه؟ نه. واقعیتش میدونی چیه؟ من دیدگاه هم اینه که آدم ها به واسطه آسیب ها و ضربه هایی که میخورن یک حالت خشمالودی توی درونشون شکل میگیره که یه جورایی خشم از بقیه. آره همینو بگم، یه جورایی این باعث میشه که یه حالت تدافعی پیدا بکنن و برای اینکه از خودشون به صورت ناخودآگاه محافظت بکنن، انکار کردن، فاصله گرفتن، اصلا انگار به صورت ناخودآگاه است و یه جورایی میدونی ناخودآگاهه. آره یه جورایی انگار میدونی انقدرم که بی‌ملاحظگی و کم لطفی و کج‌فهمی توی روابط عاطفی وجود داشته و وجود داره و حتی نیت‌های آدما، انگیزه‌های آدما از چیزی که بهش میگن رابطه عاشقانه، یعنی ممکنه یک رابطه ای از بیرون شکل عاشقانه داشته باشه، خب ولی شاید از درون تو باطن اون ارتباط هر کدوم از اون دو طرف انگیزه هاشون و نیت هاشون متفاوت باشه یا تغییر بکنه و در نهایت این یه حالت پیچیده به وجود میاره که من حس میکنم تشخیص این که یک رابطه آیا واقعا عاشقانه هست یا نیست. حتی آدم‌ها انقدر بازی در میارن برای همدیگه، دقیقاً بر اساس همون حرفی که زدی، چون با خودشون تعارف دارن، چون تکلیفشون با خودشون روشن نیست و حتی ممکنه به خاطر انگیزه های دیگه‌ای که دارن و میخوان پنهانش بکنن، چون اگه بیانش بکنن پس میخوره
میدونی ممکنه نقش بازی کنن. آره ممکنه نقشی رو بازی کنن. و یه نکته که وجود داره اینه که میل حقیقی ما آدما به وجود عشق در ارتباطاتمون انقدر یک چیز عمیقه که یه جایی هر چقدر آدما لایی بکشن میاد سراغشون. ولی بعدش اینه که برای یکی ممکنه بیجا و بدجا بیاد سراغش. و انگار به خودم فکر میکنم که هرچی آدم سعی کنه آگاهانه تر و هوشیارتر باشه، اتفاقی که میفته اینه که شاید بتونه، شاید این شانس رو داشته باشه که در یک بستر، در یک موقعیت بهتری بره به استقبال عشق یا عشق به سراغش بیاد. قطعا این گفتگو ابعاد خیلی زیادی داره، ناگفته های خیلی زیادی هست. من سعیم بر این بود که یه فضایی به وجود بیارم، همین که خودم دوست داشتم بیشتر بشنوم. بله. و همین که چون یه باوری دارم این که ما از نگفتن زیاد آسیب میبینیم بعضن، از گفتگو نکردن کلا. آره و من خودم همین تیکر رو میخوام بگم برای پایان بندیم. من خودم از زمانی که تمرین کردم به جا و به اندازه شروع کردم به بروز دادن، به جا به اندازه و به موقع شروع کردم به بروز دادن، شروع کردم به بیان کردن اون چی که تو درونم هست، واقعا به این نتیجه رسیدم که گفتن به جا و به اندازه خودش یه تراپیه. واسه همین سعیم برای اینه که آدمایی که تجربه های ویژه‌ای رو پشت سر گذاشتن یه بستر کوچیکی ایجاد بکنم، به این بهانه اون آدم یه خورده سبکتر بشه. شاید. ممنون از این که ما رو تا اینجا همراهی کردین و امیدوارم که این گفتگو براتون جالب بوده باشه و بازم ممنون از اولیا که محبت کرد و دعوت منو قبول کرد. ممنون از شما. و لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. شیر. آره اگه این گفتگو براتون جالب بود به اشتراک بذارین